سلام احترامات به یکی از دیگر ویدیوهای صفحه کنترل امراض و آفات نباتی خوش آمدید. دوستان عزیز، یکی از روش‌هایی که فعلا کار گرفته میشه یا فصل کاریش است پوست نمودن تاکای انگور است. البته کوشش کنین در اواخر زمستان، وقتی که زمستان رو به پایان میرسه، قبل از اینکه درخت شکوفه بکنه، خصوصا تاک انگور، کوشش بکنین شما پوست قبلی از این را باید بردارین. یکی از دلایلی که ما ایرا میبرداریم زیادتر آفت و امراض و اسپورای قارچ، تخمای حشرات، لاروهای حشرات در زیر پوست از اینا پنهان هستند. در مرور زمان وقتی که آب و هوا مناسب میشه، اینا از خواب زمستانیشون بیرون میشه و اولین حمله خود سر نبات یا محصول ما شما چی میکنن انجام میتن. شما قسمی که به تصویر میبینین این تازه پوست ازی است که ما بالا کردیم. شما ببینین لاروهای آفات سعی کنین اینجا مکمل دیده واضح دیده میشینی هم لاروایش است و این هم تو ادامه داره. وقتی که پوست میکنیم در اکثر ساعت از اینا چی هستن؟ لاروهای حشرات و قسم پوشیده و پنهان در اینجا وجود دارن. کوشش بکنین قبل از اینکه سرما ختم میشه در شروع فصل بهار و آخر فصل زمستان، ختم فصل زمستان، کوشش نمایید که تمام شاخه ها را چی کنین؟ پوست شاخه ها را مکمل باید پاکسازی بکنین. شما ببینن یعنی لاروایی هست که پسان به نباتات مشکل ساز میشن.